بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید. یه سوالی که بچه‌ها توی امتحان پایه نهم میاد و خیلی هم مهم هست، این سوالایی هست که نوشتم. از این 4 تا سوالی که من الان اینجا نوشتم 100% یکیش توی امتحان شما میاد. سوال اول میگه عبارت زیر به ازای چه مقادیری صفر است. هر وقت بگه به ازای چه مقادیری صفر است، ما باید صورت رو مساوی صفر قرار بدیم. بعد جوابش رو بیایم به دست بیاریم، یعنی مقدار x رو به دست بیاریم. اینجا ما داده x2 منهای 4 به روی x2 به اضافه 4. چون گفته به ازای چه مقادیری صفر هست، پس من میام صورت رو مساوی صفر قرار میدم. صورت اتحاد مزدوج، شما اتحاد مزدوج خوندین چجوری میتونن تجزیهش کنیم. میام چیکار میکنم؟ برای اتحاد مزدوج دو تا پرانتز میذاشتیم، میگفتیم جذر x2 میشه x، پس یکی یه دونه x اولش مینوشتیم، جذر 4 میشه 2 رو قسمت بعدی مینوشتیم. بینش هم که منها بود، پس شما یه دونه‌شو به اضافه میذاری، یه دونه‌شو منها، فرق نمیکنه حالا کدوم به اضافه باشه کدوم منها. پس اینو مساوی صفر قرار دادم. دو حالت میشه، یا x به اضافه 2 مون مساوی صفر که معادله حل میکنم میشه x منفی 2، یا x منهای 2 مون مساوی صفر که معادله حل کنم x هم به دست میاد مثبت 2. چرا دو حالت میشه؟ به خاطر اینکه این وسط بچه‌ها بینش ضرب دو تا عدد موقعی صفر که یا اولی صفر باشه یا دومی، پس اینو مساوی صفر قرار میدم.